الرحمن الرحیم. سلام، به میزبان این هفته خوش آمدید. این هفته از رسانه اورنا نیوز میزبان شما خواهیم بود. دستگیری حمله کنندگان به جلسه رسمی شورای شهر نقده. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری و برخورد قاطع با حمله کنندگان به جلسه رسمی شورای شهر نقده خبر داد. ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان کرد به محض اطلاع از حمله برخی اراذل اوباش به محل برگزاری جلسه رسمی شورای شهر نقده، موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفت و به دادستانی نقده دستور داده شد که با جدیت به موضوع ورود کند. وی ادامه داد با ورود دادستانی نقده 2 نفر از 3 نفر اراذل اوباش دستگیر و جلب نفر سوم نیز صادر شد که به زودی دستگیر می شود. ماهانه 31,000 تن آرد در آذربایجان غربی تولید و توزیع می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت ماهانه 31,500 تن آرد در استان تولید و در بین بخش‌های مختلف توزیع می شود و در حال حاضر 18 کارخانه آرد در آذربایجان غربی فعال بوده و تولیدات داخلی نیاز استان را کفایت می کند. وی با اشاره به اینکه همواره بر موضوع تشدید بازرسی‌ها از نانوایی‌ها توسط دستگاه‌های عضو کارگروه آرد و نان تأکید شده است، اضافه کرد درجه بندی کارخانه‌های آرد هم در دستور کار قرار داشته و سهمیه کارخانجات بر اساس درجه بندی انجام شده توسط کارگروه بازنگری و قطعی می شود. جابجایی بیش از 160,000 مسافر از فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه. مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان غربی گفت در 6 ماهه نخست سال جاری تعداد 160,783 نفر مسافر با 1458 پرواز از فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه جابجا شدند. محمد علی نائل قراملکی افزود طبق اعلام گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در 6 ماهه نخست سال جاری تعداد مسافر جابجا شده از فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه 160,783 نفر بوده است که نسبت به 151,183 نفر مسافر مدت مشابه سال قبل نشان از رشدی 6% دارد. شهید سعید شبان شهید شاخص ورزش کشور شد. معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهید شاخص ورزش کشور طی روزهای پایانی مهر ماه در ارومیه گفت شهید سعید شبان که در راه دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام به درجه رفیع شهادت نایل شده بود به عنوان شهید شاخص ورزش کشور انتخاب شده است. رضا ابراهیمی روز پنجشنبه در جلسه شورای ورزش آذربایجان غربی افزود این اجلاسیه روز 30 مهر ماه جاری با حضور ورزشکاران برجسته و مدیران عالی ورزش کشور در ارومیه برگزار خواهد شد. اغلب آسانسورهای آذربایجان غربی استاندارد نیستند. برخورد با متخلفان در دستور کار. مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی گفت طی بازرسی‌های انجام شده مشخص شد که اغلب آسانسورها در استان دارای گواهی استاندارد نیستند و به همین منظور استاندارد ادواری اجباری شده است. وحید موساپور روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود طبق آسیب شناسی انجام شده معلوم شد که مشکل از شرکت‌های نصب بوده و مقرر شد تا مالک و سازنده آسانسور باید قرارداد رسمی بین خود داشته باشند تا در صورت مشاهده با این تخلفات برخورد شود. ممنون که همراه ما بودین. تا میزبانی دیگر، بدرود.